سلام، چطورید؟ من مژده‌ام از کانال ایران به فلان. ببخشید که چند وقتی بود که اینجا ویدیو نذاشته بودیم. راستشو بخواین از موقع دی ماه واقعا دل و دماغشو نداشتیم که بخوایم بیایم اینجا فعالیت بکنیم، ولی خب گفتیم که دوباره بیایم شروع کنیم، از تجربیاتمون بذاریم، از تجربیات فردیمون یا از تجربیات هر دومون، من و همسرم البته، که توی ویدیوهای قبلی شاید دیده باشین. با هم دیگه فعالیت کردیم، با هم دیگه شروع کردیم و از این به بعد همین کار رو میکنیم. و امروز میخوام که در مورد آب و هوای فلان که همیشه میگن سرد و تاریک و دلگیره باهاتون صحبت کنم. با من همراه باشین. امروز میخوام در مورد یک واقعیت آب و هوا توی فلان صحبت کنم که انقدر میگن سرد و خشک و دلگیره. واقعا چجوریه؟ این که تاریکه؟ نه، واقعا اینجوری نیست. یعنی درسته که زمستونش یکی 2 ماه یکم سخت بود، یکم تاریکتر بود، یکم ابری‌تر بود، ولی اینجوری هم نبود که کل روز حالت گرگ و میش داشته باشه یا مثلا شب باشه. نه، به این صورت نه. و یه سری چیزایی که شاید رومون تاثیر داشته باشه، خب وضعیت ایران بود و قطعی اینترنت ها بود که خیلی حالمون بد بود. ولی در کلیات شما میتونید با حالا ویتامینا، با خواب درست، با تغذیه درست حتما خوب پیش بریم و اون زمستونش رو راحت سپری کنیم. فلان کلان فصلهای متفاوتی داره و خب یک کمی زمستونش طولانی تره، ولی انقدر که میگفتن تابستون کوتاه، نه، اینجا اصلا تابستون کوتاه نیست و الان ما چند ماهه که توی فصل خوبی هستیم، یعنی آب و هوای خوبی داریم. درسته یکی از چیزایی که داره توی تابستونش حتی بارونم میاد، ولی اون قشنگی خاص خودشو داره. طبیعتش به شدت قشنگه و یه چیز قشنگی که داره، شما توی طبیعتش میتونید برین قارچ جمع کنین، میتونید برین بلوبری و توت خشک بچینین و حسابی استفاده کنیم. یکی از تفریحات دیگه هم که دارن خیلی از دریا و آبها و رودخونه ها استفاده میکنن، حالا چه با قایق، چه ماهیگیری، چه حتی شنا کردن. و جونم براتون بگه که خیلی جالبه، ما یک وقتی اصلا شب نداشتیم، یعنی از این ور که غروب میشد از این ور طلوع میشد و کاملا روز بود. حتی خوابمون به هم ریخته بود. یعنی ما اینجا از پرده‌ای استفاده میکنیم که یکم ضخیم‌تره به خاطر اینکه بتونیم یه جورایی شب رو واسه خودمون شبیه سازی کنیم. در کل خیلی قشنگی‌های خودشو داره. یعنی وقتی که به نظر من وقتی که تابستون میشه، زمستون کاملا یادمون میره که اصلا چجوری اونقدر درخت خشک بود، جنگل خشک بود و فقط برف و یخ و انبوه بود. ولی یه چیز قشنگی که دارن جشن یوهانوسه. وقتی تابستون میاد، وقتی شروع تابستونه، اینا میان یک آتیش بزرگ درست میکنن، جشن میگیرن، تا صبح میرقصن، پارتی میکنن، فستیوال میگیرن و به تابستون یه جورایی خوش آمد میگن. اینش خیلی خوشگله. و یه چیز دیگه این که خیلی توی تابستون مردم بیرونن، سر صدا هست، خیلی شهر قشنگه، همه میان پیکنیک، همه میان گریلی، همه میان توی پارک‌ها کنار آب‌ها و خیلی واقعا اینش جالبه. یعنی برعکس این که توی زمستون همه توی فضای بسته، همه مثلا آروم ساکت، شهر واقعا ساکته، ولی توی تابستون واقعا شهر زنده است و خیلی قشنگه. یه چیزی برای کسایی که میخوان مهاجرت کنن، اصلا نیازی نیست که شما لباس زیادی بیارین، همش لباس سنگین و گرم بیارین، خیلی بارتون رو سنگین کنین. اینجا همه چی هست، همه جور قیمتی هم هست. یعنی از قیمت مناسب جنس نو هست، لباس نو هست، تا مثلا قیمت های گرونتر. هر کسی هر جوری که بخواد خرید کنه دستش بازه. و یه چیزی که از فرهنگ اینجا سکن هند هم میتونن استفاده کنن. یعنی واقعا سکن هند یه چیز رایجه که بعدا براتون حتما کلیپ میگیرم و براتون توضیح میدم، ولی بارتون رو سنگین نکنین. اگر که دوست دارین 2 تا چیز خوب، 2 تا چیز خوشگل، لباسی که خیلی دوستش دارین، کفشی که خیلی دوستش دارین، کاربردیه، اونو با خودتون بیارین، ولی بارتون رو برای چیزای اضافه اصلا
سنگین نکنین. خلاصه جونم براتون بگی که اینجا 4 فصل رو داره. تابستون و بهارش به شدت قشنگه، پاییزش قشنگیه خاص خودش رو داره، رنگای گرمه و فقط زمستونش یک مقداری یکم سرده و برای من به شخص میگم به خاطر شرایطی که ایجاد شد یکم سخت بود 1-2 ماه آخر، ولی در کل تونستیم اونو سپری کنیم و ازش لذت ببریم. این از آب و هوای فلان. اگر که دوست داشتین حتما سابسکرایب کنین، لطفا ازمون حمایت کنین، لایک کنین. اگر سوالی داشتین حتما کامنت کنین، حتما جواب میدم. سعی میکنم لینک رو براتون بذارم پایین، لینک تلگرامو، که اگر سوال دیگه ای داشتین، اگر خواستین سریعتر جواب بگیرین بهم پیام بدین، ولی من سعی میکنم آن تایم جواب بدم همه کامنتاتونو. و اینکه مرسی که کنارمونین. احتمال زیاد داره که ویدیو بعدی رو در مورد زبان فنلاندی، اینکه من راهی که دارم میرم چجوریه، به چه صورت دارم فنلاندی میخونم، شرایطش چجوریه بهتون میگم. خیلی دوستتون دارم. بازم مرسی ازتون، مرسی از اینکه حالمون رو پرسیدین، مرسی از اینکه اینجا دوستای خوبی پیدا کردیم و به همون کلی انرژی مثبت دادن. حتی همچنان ما هم دیگه دوست و رفیق ما چند نفر هستیم که دارین حتی میایین اینجا و میبینیمتون از نزدیک. روزای خیلی خوبی داشته باشین، خبرهای خوب هر روز داشته باشین توی زندگیتون، شاد باشین، مسیر زندگیتون روشن. تا ویدیو بعدی.